آیا واقعا در دوران ساسانی ولایت فقیه حاکم بود؟ آن ولایت فقیه با این یکی چقدر متفاوت بود؟ آیا واقعا فقه در همه حوزه‌های سیاسی و اجتماعی حرف اول را میزد؟ چه اتفاقی افتاد که نهادهای قدرت آن زمان زیر بار چنین پدیده‌ای رفتند؟ آثار آن نظام دینی بر ایران زمین چه بود؟ همه این پرسش‌ها را در این ویدیو پاسخ خواهیم داد. جالب است بدانید که حکومت ساسانی در اصل حکومتی دینی بود. حکومتی دینی که نامش را از ساسان پدر پوپک پدر اردشیر می‌گرفت و آنها در کسوت موبدان موبد آتشکده استخر مرکز پارس بر آن خطه حکومت می‌کردند. به تعبیر بهتر آنها روحانیانی بودند که اداره سیاسی یکی از قطب‌های سگانه قبایل ایرانی یعنی قطب کوچکتر پارس را بر عهده داشتند. قطب دیگر قطب ماد یا آذرپاتکان بود که یکی از قبایل هشتگانش به نام طایفه مغل در تخت سلیمان فعلی آتشکده آذرگشسپ با آن زمان یکی از عتبات مقدس اصلی کشور را اداره می کردند. قطب دیگر قبایل هفتگانه پارتی بودند که از گرایش‌های فرهنگی و سیاسی طایفه تاج بر سرشان یعنی اشکانیان به شدت خشمگین بودند. گرایش اشکانیان به یونان و به قولی گرایش هلنی آنها عملاً جریان فکری خاص را ایجاد کرده بود و اضافه بر آن ضربات مهلکی به کشور وارد شده بود. حتی نشست مهستان و برکناری یک جریان اشکانی و گذاشتن جریان دیگری از همان خاندان اصل سیاست‌هایشان را تغییر نداده بود. در چنین شرایطی پوپک وحشت زده از رفتارهای فرزندش اردشیر که خواستار سلطنت بر پارس بود دیهیم فرمانروایی پارس را به شاهپور فرزند دیگرش سپرد. عده‌ای میگویند که شاپور فرزند کوچکترش بود و اردشیر از اینکه پدر به سبب خوی تندش میخواهد جایگاهش را به برادر کوچکترش بدهد خشمگین بود. عده‌ای برعکس معتقد بودند که شاپور بزرگتر اما بی‌کفایت بود و اردشیر زیر بار او نمیرفت. پوپک همپیمان اردوان چهارم آخرین پادشاه اشکانی بود و از او خواسته بود که تنها حکومت شاهپور را بر پارس به رسمیت بشناسد. چنین شد که پس از مرگ پوپک کهنسال پور ساسان دو پورش یعنی شاپور و اردشیر در برابر هم سفارایی کردند. شاپور موبدان آتشکده استخر و اردشیر فرمانروای دارا گرد. اما میگویند که چنین جنگی اصلا روی نداد چون سقف مقر شاهپور بر سرش فرو ریخت و سپاهش به اردشیر پیوست. پس میتوان نتیجه گرفت که گرایش عمومی قبایل به سوی اردشیر بود که شمشیر زدن خوب میدانست. اردوان چهارم در تیسفون جنوب بغداد کنونی حکومت میکرد و اردشیر که پیشتر با قبایل پارتی متحد شده بود و برای 4 خاندان اصلی پارتی یعنی بدنه ارتش اصلیش 4 مقام تاج بخشی پیشنهاد کرده بود بی‌اعتنا به بقیه ایران در خطی مستقیم به سوی تیسفون تاخت و در اهواز با اردوان گلاویز و به آسانی بر او چیره شد و به تیسفون رفت و آنجا بر تخت نشست. گرایش اصلی در میان بزرگان ایران در خاندانهای مادی و پارتی و پارسی برخلاف گرایش اشکانیان هلنی دوست بود و حتی در دوران بلاش اشکانی تلاش‌هایی برای زدودن عقاید هلنی از ایران شد هرچند ناکام. همین زمینه را برای نوعی گرایش همگانی دینی فراهم کرد. ایرانیان از غرب گرایی اشکانیان و هزینه‌های بسیار سنگینش به دست ملک موسی یا موسی رومی که در ویدئوی دیگری با خواهیم پرداخت خشمگین بودند و به همین سبب زمینه برای انقلابی فرهنگی فراهم شد.
التنسر وزیر اردشیر فرمان یافت تا نسک یا متون اوستایی را جمع کند تا کشور بر اساس آیین پاک اداره شود. این اقدام برای ساسانیان که در نقطه کوچکی در حد پارس حکومت می‌کردند اقدام سنگینی بود و آنها بضاعت کافی برای آن نیافتند و این شد که رفته رفته موقع‌های مادی نیرومندتر شدند و سرانجام کار به دست موبدان آتشکده آذرگشسب یعنی کرتیر مغ افتاد. درباره ظهور طایفه مغ گفته می شود که این طایفه در اصل ریشه در هندوستان داشت و در آنجا مذهب اسوبره یا اهورایی را در برابر مذهب دیوئه ها یا هندویزم کنونی پیشوایی می کردند تا اینکه سرانجام اکثریت هندو بر آنها چیره شدند و پس از کشتاری گران اینها به ایران گریختند و در آذرپادگان به گرمی پذیرفته شدند و جایگاه اداری آیین زرتشتی یا همان اسوبره را بر عهده گرفتند. کرتیر با تکیه بر عناصر فرهنگی موجود برداشت تازه‌ای از آیین زرتشت ساخت و نام آن را آیین پاک زرتشتی نامید و مدعی شد که این همان آموزه‌های اصلی زرتشت است. عمر دراز او در عهد اردشیر پوپکان، شاهپور یکم، هرمز یکم، بهرام یکم، بهرام دوم، بهرام سوم و نرسه به استیلای آیین خاص او که ترکیبی از عقاید زرتشت، عقاید هندی و چارچوبه فلسفی یونانی و هلنی بود، به مکتبی برای آتشکده‌های رسمی کشور به ویژه عتبات اصلی یعنی آناهیتا اردشیر یا همان آتشکده استخر و آذرگشسب تبدیل شد و چنان جایگاهی به کرتیر داد که او تنها ناپادشاهی است که 4 کتیبه و سنگ نوشته از او برای ما مانده است. هرچند پس از نرسه ستاره اقبال کرتیر رو به افول نهاد، اما مکتب فکری که بنا نهاده بود همچنان باقی ماند. ببینید که او در کتیبه های خود چگونه قدرتش را لایزالی و به دور از سلطه شاهنشاه ساسانی می‌داند. برای رضای خاطر اهورامزدا و ایزدان و به خاطر روان خیش مرا در کشور پایه و قدرتی بزرگ بخشید و جایگاه و قدرت بزرگم از اوست و او مرا در همه کشور آدون بود پخش کننده هدایا میان پرستشگاه ها و پریستار پرستشگاه آتش آناهیتا اردشیر و ایزد آناهیتا کرد و او مرا که کرتیرم به لقب نگهبان روان بهرام و موبد اهورامزدا ملقب کرد و سپس بخشی از کردارهایش که با افتخار از آن یاد می کند، چنان که برای برقراری مذهبش فعالیت دیگر مذاهب را به شدت محدود کرد. او در کتیبه‌اش می گوید و آن سوی سوریه شهرستان ترتوس و شهر کلکیلیه و آن سوی کلکیلیه شهرستان قیصریه و شهر کابادوکیه تا فراسوی شهرستان یونان و شهر ارمنستان و گرجستان و آلان و بلاسگان تا فرافسیو دروازه آلان شاپور شاهنشاه به اسب و مرد خویش غارت کرد و سوزاند و ویران کرد و در آنجا سپس به فرمان شاهنشاه آتش و آتشگاه ها برپا ساختم. زنان و خرابکاران دین را که به دین مزیسنا و کردگار یزدان ایمان نداشتند ایشان را سخت به کیفر رسانیدم و بس پیوند همخونی ازدواج با محارم را روا کردم و بس مردم دین نااستوار بودند آنها را دین استوار کردم و بس کسان بودند که کیش دیوان داشتند کوشش کردم تا آنها کیش دیوان را رها کنند و کیش ایزدان را گرفتند و بس کردگان یزدان را چنان افزودم و برتر بود و بس که بدین سنگ نوشته نیامد چه اگر می نوشتم بسیار می نمود. در این سنگ نوشته اشاره به دین دیوان می شود که همون دیوئه است و اکنون به آن هندویسم گفته می شود. در آن زمان هر کس با مذهب کرتیر مخالفت می کرد او را متهم می کرد که دین دیوان دارد، مثل دوران معاصر که هر کس با مجتهد بزرگی مخالفت می کرد او را به بابیت و بهاییت متهم می کردند. کرتیر در یکی از این کتیبه های خود مدعی شد که به فرمان اورمزد به عرش عروج کرده است و در آنجا هم جهنم را دیده و هم بهشت را و با چشم خود دید که چه کسانی با چه گناهانی به جهنم می روند و بعدها که منظومه فقهی خود را پایه گذاشت از تجربیاتش در عرش سخن گفت و آن را اساس فتاوی خود قرار داد.
مکتب کرتیری از بعضی عقاید هندویی تأثیر گرفته بود، به ویژه دو باور اصلی که نظام کاستی و طبقاتی و نیز ازدواج بین محارم از جمله آنها بودند، چیزی که ایرانیان نمی‌توانستند بپذیرند و در برابر آن قیام مزدکی گسترده‌ای در مرکز ایران بالا گرفت و حتی قباد ساسانی هم آن را نخست پذیرفت، اما تحت فشار سنگین مغا مجبور شد که مزدکیان را به شدت سرکوب کند و پسرش انوشیروان را برای آموزش اصول سلطنت در اختیار مغا بگذارد. چنین شد که انوشیروان به پادشاه متعصبی تبدیل شد که هم از اصول نظام کاستی، یعنی هر فرد از آغاز تولد متعلق به طبقه خیش است و حق ورود به طبقه دیگر را ندارد، و هم از گسترش آیین زرتشتی کرتیری به همه مناطق حتی به ضرب شمشیر دفاع می‌کرد. به همین سبب هرچند انوشیروان را عامل احیای مجدد ساسانیان می‌دانند، اما می‌توان گفت که او عامل اصلی سرنگونی ساسانیان بود. اقدام بعدی موبدان کرتیری ورود به قلب حیات اجتماعی مردم با تنظیم مقررات و فتاوی فقهی بود. در کتاب ایران در زمان ساسانیان اثر آرثور کریستنسن موارد متعددی از این مقررات فقهی نوشته شده است. حرمت گریه بر اموات جز دهه سوگ سیاوش، چنانکه کرتیر که مدعی بود در جهنم زنانی را دیده که بر مردگانشان خارج از دهه سوگ سیاوش سوگواری می‌کردند. این حرمت را هم به فهرست بلند محرمات خود افزود. حرمت ادرار در آب روان از دیگر موارد بود که منجر به پرداخت کفاره می‌شد و این محرمات و محرمات بسیار متعددی دیگر ایرانیان را وادار می‌کرد که در برابر هر رفتار خود کفاره ای را بپردازند. آرثور کریستنسن شدت مقررات فقهی را در نیمه دوم حکومت ساسانیان آنچنان زیاد می‌داند که برداشت کرتیر را از آیین زرتشت زرتشتیت فقهی می‌نامید. در اصل یکی از علل اصلی جنگ داخلی 35 ساله که منجر به نبرد خاندان‌های ایرانی با خاندان ساسانی و متحدانش شد، همین گرایش دینی و فقهی بسیار متعصبانه ساسانیان و تناقضات زیادی بود که به این سبب در میانشان شکل گرفت. در ویدئوی دیگری به جنگ 35 ساله خواهیم پرداخت. به قدرت میتوان گفت که ایران به هیچ وجه به دست عرب‌ها سرنگون نشد و این از دروغ‌های بزرگ تاریخی است، بلکه ساسانیان در معرض انقلابی سراسری قرار گرفتند که از هر سو ضد ایشان به اوج رسید و ثمره آن نابودی نظام کاستی هندی بود و نیز نابودی آیین زرتشتیت کرتیری که ایرانیان به هیچ وجه آن را بر نمیتافتند.